آغاز یک سوبی دیگر رو برایتان شد باش میگم و از دفتر مرکزی رادیو زودی با یک شما درود میفرستم. چون همیشه در ساعت رسو 7 با وقت پراگ من شالوی گلخوجه خبرهای تاجیکستان و جهان رو در نویدی بومدادی تقدیمتان میکنم. مطمئنم که چند دقیقه خود رو حتما به ما میبخشید. قبل از گفتن خبرها با وضع باد و هوا نظر میاندازیم. در پراگ امروز هوا ابری و 19 درجه گرم خواهد بود. در مسکو پایتخت روسیه نیز هواشناسان هوای ابری رو پیشگویی کردند. احتمال می رود که گرمی روزانه تا 12 درجه برسد. در دوشنبه امروز آفتابی می شود. گرمی روزانه 34 درجه را تشکیل خواهد داد. دلشاد نظرов گرزاندازی مشهور توجیک و قهرمان المپیاد سال 2016 در ریو د ژانیرو گفت از اون که او را به استفاده دوپینگ گمانبر و از اشتراک در قهرمانی جهان در قطر محروم کردند در حالت شوک است. او روز 25 سپتامبر در پیامی بر رادیو زودی گفت با تمام مسئولیت اعلان میکنم که همه جایزه ها را در نتیجه مبارزه های حقیقی به دست آوردم. یک نهاد مستقل مبارزه با پدیده های منفی در ورزش سبک روز 24 سپتامبر نام دلشاد نظرов را بر روی خط ورزشکاران شامل کرد که در استفاده دوپینگ متهمند. به نوشته سازمان تفتیش دوباره دوپینگ در مسابقه قهرمانی جهان در سال 2011 در کره جنوبی در نمونه دلشاد نظرов مواد ممنوع متابولیت تورینابول دهانی را آشکار کرد. دلشاد نظرов میگوید تمام تلاش خود را به خرج خواهد داد تا همه گمانها نسبت به او رفع شود و برای این کار یک وکیل مشهور اروپایی را هم جلب کرده است. امیدوارم به زودی نامینه که خود را برقرار میکنم و بار دیگر پرچم وطن را در مسابقه های بین المللی بالا میبردارم. برای پشتیبانی و درک شما امیدوارم این تنها چیزی است که حالا گفته میتونم. افزود دلشاد نظرов. دلشاد نظرов فعلا در قطر قرار دارد. سازمانی که نام گرزانداز توجیک و برنده بازی های المپی سال 2016 را در فهرست گمانبران در استعمال دوپینگ شامل کرد میگوید دلشاد نظرов باید به طور حتمی مقررات خودداری از اشتراک در مسابقه ها را اجرا کند. در تاجیکستان به ادعای این سازمان با شبهه می‌نگرند. از جمله محمدشاه عبدالله‌زاده رئیس سازمان ملل ضد دوپینگی تاجیکستان گفت دلشاد نظرов پس از شرکت در المپیاد سال 2016 از تشخیص دوپینگ گذشت و پاکیزه برآمد. یکی از نمایندگان حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی میگوید ماموران امنیتی مادر 63 ساله و دو خویش دیگرش را دعوت کردند. محمود جان فیض رحمان یکی از اعضای فعال حزب روز 25 سپتامبر بر رادیو زودی گفت مادرم تقا و پسر عمم را صبح چهارشنبه به اداره امنیت در نویه جیهون دعوت کردند. آنها 4 ساعت باز در همانجا هستند. تلاش‌های رادیو زودی برای گرفتن نظر مقامات در این زمینه بی نتیجه انجام یافت. محمود جان فیض رحمان گفت سبب دعوت نزدیکانش به اداره امنیت حضور و سخنرانی او در مشورت سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر ورشو است. محمود جان فیض رحمان عین زمان در محفل‌های مشورت سالانه درباره حقوق انسان شرکت دارد و در یکی از نشست‌ها حکومت تاجیکستان را برای نقض حقوق انسان تنقید کرد. مشورت سالانه از روز 16 سپتامبر آغاز شد و در آن هیئت بزرگی از دولت تاجیکستان و همسازمان‌های مخالف دولت حضور دارند. مقامات رسمی هنوز خبری دعوت خویشاوندان محمود جان فیض رحمان به اداره امنیت نویه جیهون را شرح ندادند. سازمان‌های حامی حقوق از جمله دیدبان حقوق بشر در گذشته دولت تاجیکستان را تنقید کردند که به خویشاوندان دیگراندیشان و اعضای حزب نهضت اسلامی فشار می‌آورند تا از این رو آنها را مجبور کنند که از فعالیت‌هایشان دست کشند. مقامات تاجیکستان گفته بودند این ادعا اساس ندارد و مخالفان با چنین ادعا می‌خواهند خود را جبر دیده نشان داده و امتیازی سیاسی به دست دارند. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی در روز دوم جلسه های مجمع کل سازمان ملل متحد در نیویورک به رهبران جهان گفت هوشیار باشند چون وقت روسیه با اوکراین در مرکز اروپا می جنگد هیچ کشور دیگر امن بودن نمیتواند. او روز 25 سپتامبر گفت در این سیاره هیچ کس نمیتواند بگوید که این جنگ من نیست. هر رهبر برای تقدیر نه تنها کشور خود بلکه تمام جهان مسئولیت دارد. افزود او مسکو همانو از جدای
نیروی طالبان در شرق اوکراین پشتیبانی میکند. از زمان آغاز جنگ یعنی سال 2014 تا کنون در نیروی اوکراین بیش از 13,000 نفر جان خود را از دست داده، تخمینا 2 میلیون نفر بیجو شده است. روسیه مارت سال 2014 نیم جزیره کریم را اشغال کرد و این عمل مسکو مورد محکومیت جهانیان شد. زلنسکی گفت اوکراین در فکر تامین صلح با راههای مدنی می باشد. او گفت هدف من بازگردانی تمام قلمروهای اشغال شده است، ولی نه با قیمت جان اوکراینی ها. پرزیدنت امریکا دونالد ترامپ به دپارتمنت دولتی این کشور دستور داد یک عده منصبداران بلندپایه ایران و اعضای عائله آنها را از حق ورود به امریکا محروم کنند. دونالد ترامپ حکومت ایران را با عملکردهای متهم میکند که به نظم و ثبات خاورمیانه و فراتر از آن تهدید به بار میآورند. این منصبداران چه به حیث مهاجر و چه غیر مهاجر نخواهند توانست به خاک امریکا وارد شوند. منصبداران ایرانی تا حال این اقدام امریکا را توضیح ندادند. دیروز از منبر سازمان ملل متحد پرزیدنت ایران حسن روحانی گفت که تا زمانی که تحریم جمهوری اسلامی ادامه دارد، مذاکره برنامه هسته‌ای تهران امکان پذیر نیست. روحانی امریکا را با تروریسم بی‌رحمانه اقتصادی متهم کرد. روز 25 سپتامبر در پیام خود در شهر نیویورک در مجمع کل سازمان ملل متحد، پرزیدنت ایران گفت امریکا تلاش زیاد کرده است که ایران را از اقتصاد بین‌المللی بیرون کند. روابط تهران و واشنگتن یک سال این جانب خیلی سرد شدند. سال گذشته امریکا از سازش هسته‌ای سال 2015 بیرون شد. ماه روان یک عده کشورهای غربی تهران را با راه‌اندازی حمله به مؤسسه‌های استخراج نفت عربستان سعودی متهم کردند. جمهوری اسلامی این ایبنامه را رد می‌کند. یک شهروند 37 ساله توجیکستان بر اثر زهرآلودشوی از گاز کربن در ولایت ولگاگراد روسیه جان باخته است. به اطلاع نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت توجیکستان در روسیه، این ساکن شهر کونیبادام ولایت سوخت میرزاجان حیدوف بوده است. مقامات میگویند مهاجر فوتیده با دو شهروند دیگر توجیکستان در داخل حمام برای گرم شدن آتش در گرانده خواب رفتند. صبح آنها را بیهوش یافتند و ماشین یاری تعجیلی دعوت کردند، اما میرزاجان حیدوف نجات نیافت و در بیمارستان از دنیا درگذشت. پزشکان میگویند وضع سلامتی دو مهاجر دیگر خوب است و به حیاتشان خطر تهدید نمیکند. مقامات روسیه این حادثه را تفتیش میکنند. مولویف صدرالدین ساکن کولوب و سابق عضو اکستریمیستی جماعت تبلیغ که در ماه فوریه سال روان با مساعدت اوباپ وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از استانبول به تاجیکستان برگشت، پس از نیم سال آزادی در کشور روز شنبه گذشته از جانب دوستانی کل بازداشت شد. پیوندانش میگویند حالا صدرالدین مولویف در بازداشتگاه موقتی رقم اول در دوشنبه نگهداری می شود. خیرالدین مولویف پدر صدرالدین روز 26 سپتامبر به رادیو زودی گفت فرزندی من به وعده و حرفای او باور نموده و واقعا هم طی 7 ماه با زندگی معمولی خودش مشغول بود، ولی نمیدونیم برای چی باز پروکراتور گنرالی او را بازداشت کرده است و در سیزو نگاه می‌دارد. خود صدرالدین مولویف پس از استانبول به دوشنبه آوردنش در یک نواری ویدیویی که وزارت کارهای داخلی تهیه نموده روز 22 فوریه در شبکه‌های اجتماعی نشر کرده است، میگوید با 3 ماده کدکس جنایی یعنی با ماده 401 زرخریدی، 301 تشکیل اتحاد جنایی، 307 افراطگرایی و برانگیختن کینه و عداوت ملی عیبدار شده بود و حالا پشیمان است و با مساعدت ریاست مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی به تاجیکستان آمده است و از سازمان جماعت تبلیغ دست کشیده به زندگی عادی رو آورده است و در این نوار از افراد دیگری که در چنین وضع شبیه او قرار دارند دعوت میکند که به تاجیکستان برگردند. اما مقامات داستانی کل سبب بازداشت دوباره مولویف صدرالدین را شرح ندادند و گفتند که جرم‌هایی که از طرف شعبه کارهای داخلی کولوب در سال 2016 در نسبت او گفته شده است مورد سنجش قرار دادند. ولیدان مولویف میگویند از مقامات انتظار روشن کردن وضع فرزندشان میباشند. و یک خبر دیگر نیز هست. یک تحقیقات بین‌المللی میگوید که تاجیکستان از نظر دسترسی به علم و تحصیل پیشرفت کرده ولی از آزادی‌های سیاسی محدود است. تاجیکستان بر اساس ارزیابی‌های شاخص پیشرفت اجتماعی در سال 2019 در میان 149 کشوری عالم مورد تحقیق در مقام 107 قرار گرفته است. تحقیقات را سازمان سوشال پرو
прогресс императив қарораш дар амрико анҷом додааст. муаллифони таҳқиқот мегӯянд бар асоси арзёбиҳои 12 бахш ё нишондоди пешрафти иҷтимоӣ дида мешавад ки дар тоҷикистон дастрасии мардум ба тиб ба назар ба озодиҳои сиёсӣ хеле беҳтар ба роҳ монда шудааст. муҳаққиқон мегӯянд тоҷикистон дар бахшҳои мисли эҷоди шароити неку ҳаволӣ бо пешрафти бештар рӯбарӯ мебошад. дар миёни нишондодҳое ки дар муқоиса бо кишварҳои дигар дар сатҳи миёна арзёбӣ мешавад, дастрасӣ ба об, нерӯи барқ, ҷинояткорӣ, дастрасӣ ба интернет ва ҳузури донишҷӯён дар донишгоҳҳои хориҷӣ номбар мешаванд. вале он чӣ ки таҳлилгарон соли 2019 яъне Social Progress Index гуфтанд, ҳамчун имкониятҳо ва ё озодиҳои сиёсӣ ёд мешавад, нишондодҳои кишварҳо дар сатҳи поин ва ё мавриди нигаронӣ қарор медиҳанд. муҳаққиқон инчунин мавзӯи олудагии муҳити зистро баҳогузорӣ карда гуфтанд, дар муқоиса бо нишондодҳои истихроҷи гази гулхонаӣ ки ба экология зарар дорад, олудагии ҳаво ва таъсири он ба сеҳатии сокинон мавриди интиқод мебошад. ва бинандагони азиз, акнун аз қурби асъори хориҷӣ барои имрӯз мегӯем ки аз сӯи Бонки миллӣ ба таври зайл таъин шудааст. $1 9 сомониву 68 дирам, €1 10 сомониву 64 дирам ва 1000 рубли русӣ баробар аст ба 150 сомониву 40 дирам. ин чанд хабаре буд ки ман ба саҳби шумо расондам. дар ин субҳи барвақт ва дар давоми рӯз боз шуморо мунтазир мешавем. рӯзи хуб дошта бошед.